$145,000 آمریکایی برای چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و فرماندهی و 150,000 طرح کمک به عائله‌های کم‌بضاعت را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه در پارلمان معرفی کرد. به گفته وزیر، تاجیکستان از اساسیاسیون بین المللی رشد 21.2 میلیون دلار کمک رایگان می‌گیرد و قسمی از این پول را به عائله‌های کم‌بضاعت می‌دهند. 8.3 میلیون دلار آمریکایی برای جاری نمودن سیستم اطلاعاتی کمک‌های اجتماعی و پرداخت کمک پولی یک وقته اجتماعی به عائله‌های کم‌بضاعت که کودکان خردسال تا 7 ساله، کودکان از والدین محروم مانده و معیوب پیش بینی شده است. به اطلاع مقامات این کمک‌ها به زیاده از 165,000 عائله داده می‌شوند. حجم یاری یک دفعینه 500 سومانی است. 3 گروه عائله‌ها از این کمک‌ها برخوردار خواهند شد. عائله‌های کم‌بضاعتی که در خانواده کودکانی تا سن 7 ساله دارند. دوم، خانواده‌های کم‌بضاعتی که یگان کودک معیوب تا 18 ساله دارند. سوم، مادران تنهایی که فرزندانی تا سن 16 ساله دارند. در دوره این شهرنامه دوامی سال جاری خوب در همکاری با وزارت تندرستی و اگنتی که مخصوص این سمت پیش میبرد این مبلغ‌ها دسترسی اهالی کرده میشه. در عهد پاندمی این بار دوم است که تاجیکستان با مبلغ سازمان‌های جهانی به عائله‌های کم‌بضاعت کمک می‌کند. پیش از این در چارچوب یک طرح بانک جهانی به 50,000 عائله کم‌بضاعت یاری یک دفعینه رساندند. آن وقت نیز به عائله‌های کم‌بضاعت 500 سومانی داده شد. برخی ساکنان از تقسیم کمک‌ها ناراضگی کرده گفتند مبلغ‌ها به همه عائله‌های کم‌بضاعت نرسید. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان 182,000 خانواده کم‌بضاعت هستند. در دوره پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمالاً شماره چنین خانواده‌ها بیشتر شده باشد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.